آبادانی. قادمتون گم. اونه اینقدر شرمنده نکنید بابا. آقا برین سر خاطره به ما اشاره میکنن وقت برنامه کمه. اینقدر نامه میزنید تایم برنامه زیاد کنید به اینا بگید زیادش کنن. آقای سریمو با کام داشتم میرفتم لب شد ماهیگیری، دیدم یه آقا بالا ماشین داره قر میزنه. تناب برداشتم انداختم تو گردنش، مو کشیدمش پایین، اون کشید بالا. آقای قد رفتم بالا رسیدم به یه هواپیما، زدم به شیشش گفتم کا کجا میری؟ برگشت من اینجوری نگاه کرد گفت جواد تو نی؟ گفتم با تو از کجا ما نمیشناسی؟ گفت تمام فضانورداتو نمیشناسم. گفتم ما خیلی وقت فضا نرفتم ها. گفت جا نداری؟ گفتم جا ندارم. بشین رو بالش. گفتم بشینم اینجا؟ گاره. اما نشستم رو بالش، 2-3 ساعتی گذشت، زدم به شیشش گفتم با اما سردم، اما دارم از سرما میمیرم. گفت خب آتیش کن. خب منم با خودم هیزم نبرده بودم که او بالا. پیرنم در آوردم زدم به بنزین هواپیما انداختم اون وسط یه آتیش زدم و شروع کردم خودم گرم کردن. دیدم یکی یه زو پایی داره بوق میزنه، یه جوری سر کردم دیدم حسین کامه. گفتم حسین مو پریدم پایین. حالا مو دارم تو راه میام که برسم به ماشین کام، یکی پامونه چسبیده میگه جواد منم نجات بده. گفتم آبلم کن با این قیافت، تو از کجا ما نمیشناسی؟ گفت آمو چتربازم، چترم وا نمیشه، منم نجات بده. آقا ما دست اینه گرفتم دوتایی پریدیم تو ماشین. خلاصه اون روز رفتیم لبه شد ماهیگیری کنیم. این قلاب ما انداختم توی شد، کشیدم دیدم با این چقدر سفته، ای به چی گیر کرده ای قد سفته؟ کشیدمش بالا دیدم سرندپیتیه. گفت جواد تو نی؟ گفتم ما تا حالا جزیره ناشناخته نیومدم، تو از کجا ما نمیشناسی؟ گفت این ناخدا اسماش عکستون زده به کشتیش. گفتم ما این مرتیکه با این لنجش آبرو واسه ما نذاشته، حالا چی میخوای جونم؟ گفت با آمون ول کن برم. گفتم با آمون کاری با تو ندارم، خب برو. من که کوسنه ول کردم تو هم ول میکنم. آقا هیچی، خلاصه ولش کردم و اون روز خیلی خوش گذشت. اومدم خونه، یه 2 هفته گذشت تو خونه نشسته بودم، دیدم یکی داره زنگ خونه نمیزنه. رفتم درو با کردم دیدم پستیه، میگه نامه دارید. در نامه نگاه کردم دیدم سرندپیتی نامه داده، عکس خودش و کنا و ناخدا اسماج و خانم لورا و همه فرستاده برام. گفتم آدمت گم تو بازم به فکر مونی. آقا بریم سراغ